جمع شد و مشخص شد که اصلا واقعه چی بوده، چون بالاخره عده‌ای در این قضیه خبط و خطا داشتن، اتفاقاتی افتاده و طبیعتاً بعد از اون بود که دیگه خود ستاد کل اقدام کرد به رسانه‌ای کردن. یعنی ببینید من دوباره تکرار میکنم، بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم، اونها به واسطه اینکه باید این مسئله رو بررسی میکردن، ارزیابی میکردن، بررسی حادثه صورت میگرفت، دیگه از اینجا به بعدش دیگه مربوط به ستاد کله که واقعا هم سریع این کارو کردن. ظرف 48 ساعت این بررسی ها صورت گرفت و عزیزان ما که حالا در هواپیمای کشوری محکم رد میکردن اصابت موشک رو، اونا بر اساس دانستای خودشون عمل میکردن. من اعلام بکنم که اونها هیچ گناهی ندارن، مقصر نیستن، هر چی تقصیر است به عهده ماست. اونا تقصیری ندارن. هم هواپیما تور مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت فرودگاه، همه درست عمل کردن. اگه خبط و خطایی بوده، یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست، بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشیم. این به اصطلاح بعد از بررسی خب دوستان اومدن اعلان کردن این موضوع رو، ولی هواپیما کشوری در واقع تجربه ای که داشتن، چون نظامی که نیستن، اونا بر این اساس که اگر موشکی به هواپیما بخوره باید اون بالا منهدم بشه، اونا میگن خب این منهدم نشده که این هواپیما دور زده می‌خواسته بره بشینه. ببینید چون تو ارتفاع کم هواپیما مورد اصابت قرار گرفته توسط یک موشک کوتاه برد بوده، این هم مجاورتی عمل میکنه. این موشک چون سرجنگیش کوچیک بوده و مجاورتی عمل کرده، این هواپیما فرصت پیدا کرده در واقع یه مسیر رو هوا متلاشی نشده، بعد خوردن به زمین متلاشی شده. لذا کسی از هواپیما کشوری در این قضیه مطلع نبوده و من اون عزیزان رو دفاع بکنم ازشون و شرح ما واقعا همین بوده. یعنی نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن، نه سپاه می‌خواست این کارو بکنه، ولی بالاخره روالی بوده که انجام شد و ما متاسفیم از این حادثه و ما هم همچنان مثل خانواده این شهدا خودمون رو غمزده میدونیم و شریک غم اونها میدونیم. ما هم عزیزانمون رو از دست دادیم و متاسفیم. بالاخره اینها هزینه این شیطنت‌ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود، هواپیمای جنگی، بعضی از بمب افکن‌هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم. ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد. ببینید من نمیخوام اینجا کسی رو متهم بکنم، بالاخره ما یه اطلاع رسانی داریم میکنیم، طبیعتا گروه هایی که مسئول هستن این حادثه رو بررسی بکنن، رسیدگی بکنن، اونها رسیدگی میکنن و اینها رو معلوم میکنن. از دید من موقعی که شرایط جنگی میشه باید توسط مسئولین زیربط این اتفاق میافتاد، ولی به هر ترتیب نیفتاد. نه ببینید تو بخش هوانوردی هیچ اتفاق مشکل با اونها نیست، از اونها خواسته نشده. یعنی هر مشکلی هست به نیروهای مسلح برمیگرده. این خبط و خطا و مشکلی بوده در مجموعه نیروهای مسلح، در بخش دولتی و کشوری و شرکت فرودگاه ها و اینا هیچ قصوری، هیچ تقصیری اونا ندارن، هیچ گناهی ندارن. اگر از اونها ما میخواستیم، یعنی چون وظیفه ما نبوده، مسئول این بخش کسان دیگه ای بودن، اونها باید این کار رو مدیریت و فرماندهی میکردن. همان گونه که اون شب بنده در غرب کشور عملیات ضربات موشکی رو داشتم فرماندهی میکردم.